حرکت شماره 10. این در واقع همون حرکات کششی که در بیرون از آب انجام میشه. این بار در داخل آب تا چانه باید باشه که با کمک همکارم انجام میشه. حرکات کششی که معمولا بیرون از آب انجام میدیم اینجا در قسمت نیمه عمیق استر تا جایی که آب نزدیک به سطح شونمون باشه. ما حرکت‌های نرم کششی گردن رو میتونیم انجام بدیم. با مکس حتما باید مکس نشه.